شده بود. خب بله. قبلا زیر این مسجد یه مسجد دیگه هم بود، اونجا رو پر کردن موقعی که لشکر چنگیزخان مغول از اینجا داشته رد می شده. خب 230 نفر 240 نفر اینجا نبود، این مسجد پایین 230 نفر 240 نفر میان اینجا قایم میشن از ترس اونا. بعد اونا میفهمن دستور میده چنگیزخان لعنتی، دستور میده همشونو برید قتل عام کنید. اون 240 نفر رو میان این زیرن، این همون مسجد زیری همشونو قتل عام میکنن. بعد که میرن لشکر اینا یه تعداد میاد اونا رو همینجا دفنشون میکنن. بعد که شروع میکنن به نماز خوندن میرن از علما عالم مجتهد میپرسن که ما اینجا داریم روی این جنازه ها نماز میخونیم، نماز ما قابل قبول هست یا نه؟ میگه نه، اینجا باید 7 متر ارتفاعش پر بشه. اینجا اون مسجد پایینی که میان 7 متر پر میکنن، اون مسجد پایینی از بین میره. بعد اینجا این کلا دورها دور خیابون که مغازه هست، بعد این بنا رو که میسازن اون توریستا تاریخ نویسا میگن یه خانم اینجا رو ساخته. بعد از اونا حالا اجازه است بریم داخلم ببینیم؟